سلام علیکم برادران و خواهران عالی قدر. بسیار سوال ها شد که چند پول کار میکنید در ولیک بریتانیا، یعنی چند سوم کار کردن میشود در یک ماه. جواب دهید خواهش میکنیم. این یک سوال. دویم سوال هم خیلی که برادرها بسیار سوال دادند که ما در روسیه کار فعالیت داریم، یعنی از 50 تا 70 هزار معاش میگیریم در یک ماه. شما چی مصلحت میدید اگر ما این کار پرتافته به ولیک بریتانیا رویم؟ اگر که شما کاری تعیین داشته باشید، کاری سبک، کاری خوب داشته باشید، همیشه شما گرد اونجا کار میکردگی باشید، من فکر میکنم که کرا نمیکند خیلی معاش خوب و پرتافته اومدن. به سوالی که گفتن چند سوم کار کردن ممکنه در یک ماه، جواب کوتاه میتیم برای اون که تماشابینان دوست نمیدارن بسیار یک گپ دراز کنید. نگاه کنید که در یک هفته اگر 350 فونت، 340 فونت، 330 فونت اگر کار کنید، سرید حساب میکنیم، میانه، نه زیاد نه کم. ممکن زیادش باشد یا ممکن کمش باشد. من این میانه میگم که همه به این یک درس شود. اگر 330 340 فونت کار کنید در یک هفته، در یک ماه میشود 1350 فونت در یک ماه. نگاه کنید که 300 350 فونتش مینوس میکنیم برای مغازین رفتن یا اینکه برای خوراک خری یا برای دیگر چیزا، برای پروداکت. این البته 300 350 فونتش مینوس میکنیم، 1000 فونتش میموند. 1000 فونتش 85000 86000 روبل میشد. خودتون بچه ها فکر کنید هر یکتاتون که کرا میکند همون کاری بهترین پرتافته به اینجا اومدن یا نه. اینجا یک مفسیم کار میکنید میروید 6 ماه. بسیار با سوال ها شد که از 6 ماه زیاد کار کردن ممکنه یا نه. از 6 ماه زیاد کار کردن ممکن نیست. اگر از 6 ماه شما ویزا را تمام کنید و زیاد استید، الکی که نلگال نمیشد، ناقانونی میشد، برای همون 6 ماه کار میکنید میبرید. اگر که یگون سوال ها شود، اگر یگون نافهمایی ها شود، البته دکومنتاری ها نویسید، من وقت یافته حتما جواب میدم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.